سلام بینندگان عزیز، ساعت با وقت پراگ 14 و شما در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست از سرخط موضوعهای خواهیم گفت که امروز 1 می اطرافشان صحبت میکنیم. صدها مهاجر از آسیای مرکزی را با شرطنامه‌های قلبکی در روسیه جای کردند. بازداشت یک گروه کلان با گمان تشکیل مهاجرت غیر قانونی در کراسنودار. ایالات متحده آمریکا و اوکراین سازشنامه مهم تاریخی را امضا کردند. آیا راه به سوی صلح باز می شود؟ و تلاش اثبات بیگناهی یک مرد سالخورده در ولایت سوخت که به استفاده زور نسبت رئیس نویه جبار رسولوف عیبدار دانسته شده است. Onda giriboni kutumu darunde istiyorlar. Tersi çeşmi Rostam'da 3-4 zarbe zadan. مقامات امنیتی روسیه میگویند در ولایت کراسنودار گروهی را بازداشت کردند که به صدها مهاجر برای دریافت اسناد غیر قانونی کمک کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی تاس با تکیه به اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 30 اپریل خبر داد. به قول منبع در تشکیل این گروه جنایی یک زاده کشور آسیای مرکزی گمانبر دانسته می شود که شهروندی روسیه را دارد. مفتشان گفتند که 14 عضو گروه از ماه ینور سال 2024 تا ماه اپریل سال 2025 با قراردادهای ساخته کاری به 500 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی امکان دادند غیر قانونی در روسیه استقامت کنند. به ضد بازداشت شده ها برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی باز کردند. سال 2024 در روسیه از همه بیشتر مهاجران را برای سندهای ساخته و قلبکی جزا دادند. به معلومات دادگاه عالی روسیه زیاده از 5000 مهاجر که اکثرشان از کشورهای شوروی سابق هستند با اتهام تهیه سندهای قلبکی جزا گرفتند. حامیان حقوق میگویند محض مقامات آلوده به فساد روسیه شرایط را برای ساختن حجتهای قلبکی فراهم می‌آورند. یک ساکن ولایت سوخت ادعا دارد که رئیس نویه جبار رسولوف او را به سبب زده است و دادگاه برعکس او را به جوابگری جنایی کشیده است. دادگاه نویه جبار رسولوف آخر سال گذشته زینالدین جمالدینوف 70 ساله را برای زورآوری بر رئیس نویه اولمبیک یولدوشزاده جریمه کرد و او حالا میگوید تا بیگناهیش را ثابت نکند شکایت و مراجعت به مقامات را ادامه خواهد داد. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. Talebi man adalet, hemi Suudi Kasasyon'un diğer nazaretinden talep kıdan ki hemen nispeti man adalet dide nemeyşevedu ta payda şudeni adalet man mübarize miberem. زینالدین جمالدینوف ساکن ناحیه باباجان غفورов یک سال باز است به مقامات رسمی و انتظامی مراجعت میکند تا به گفته خودش بیگناهیش را ثابت نماید. میگوید آخر ماه ایول سال گذشته برای کمک خواهی به نزد رئیس ناحیه جبار رسولوف رفت ولی تحقیر و لطوکوب شد. حادثه را چنین نقل کرد. بین مردم تو ابالای من گپ میزدی زبانت حالی کنده میپتم همخواه گفته بود که من نمیتونی و میکنی گفته ایستاده اکردن که ایجاش خسته ایستاده اونده گریبانی کتوم درانده ایستاده ترسی چشمی راستم به 3-4 ضربه زدن. سونی شتگین ده گفتن که همه حال اقپسی من گپ میزدی که آدمای من همه خلق میکنم که حال توی من ملیسه جیغ میزنم 2-3 سال میشونم سونی برندیش من که خیلی گپ دادن یاد میگیری گفته یک باره بچه ملیسی ناحیه دعوت کردن رئیس ناحیه. به نقل جمالدینوف هرچند او آسیب دید ولی مقامات انتظامی به ضد خودش پرونده باز کردند. دعواگر و جبردیده در پرونده اولمبیک یولدوشزاده است. همین شهران من لطکوب کرد. بعضی تو مقام کنتم گفتن. من گفته ایستاده ملیسه خونی همون ناحیه بردن. بعد همین من گفته ایستاده ملیسه ناحیه پرکراتوری ناحیه سپرید منه. خود یولدوشزاده آماده نشد در نزد دوربین رادیو آزادی مسئله را شرح دهد ولی همه ادعای این مرد را رد کرد. رئیس ناحیه در صحبت گفت که زینالدین جمالدینوف بارها از او تمجید کرده است و با وجود کمک‌های زیادی مالی بار آخر به او در افتاده و در جای کارش تحقیر و لطوکوب نموده است. این گفته‌های او را دادگاه نیز تصدیق نموده است و جمالدینوف را با گناه استفاده زورآوری و تحقیر نماینده حاکمیت 36,000 سامانی جریمه بسته است.
مهلت موندن ایسابی نفقتون ما میشتونیم من گفتم که دستتون چی که بیاد که تو من این جنایت صادر نکردم یگون بچه بود مفتش یا وای من بچه باور کننده شده که همین کدی گفته شده بچه بود زستاریتم کدیش نه من بچه جنایت کردم بگیستگیم نه. زینالدین جمال‌الدین و اولینبک یولداشت‌زاده از یک دهه هستند و مناسبت آنها در چند سال اخیر سرد شده است. برخی از ساکنان دهه غازیان ناحیه باباجان غفوروف میگویند زینالدین جمال‌الدینوف را همچون شخصی ارزنویس و شکایتگر میشناسند. زوراوری و تحقیر نماینده حاکمیت در تاجیکستان حادثه نادر است، ولی در گذشته در ولایت سوخت چندین نفر برای این جنایت به مدت‌های طولانی زندانی و یا جریمه شدند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ایالات متحده آمریکا و اوکراین در نهایت سازشنامه‌ای را امضا کردند که بحث و کشمکش سر آن چند ماه ادامه داشت. بر اساس این سازشنامه اوکراین به آمریکا اجازه می‌دهد در عوض کمک‌های مالی و نظامیش به کیف از معدن‌های نادر استفاده برد که رقابت برای آن در جهان بسیار سخت است. همکارم طاهری سفر در این باره قصه می‌کند. حکومت اوکراین و آمریکا سازشنامه‌ای را امضا کردند که به ایالات متحده امکان می‌دهد قراردادهای با امتیاز برای استخراج معدن در اوکراین را به دست بیارد و عین زمان بازسازی کشورها تامین مالی کند. وزارت مالیه آمریکا روز 30 اپریل عکسی را نشر کرد که در آن وزیر مالیه اسکات بسنت با یولیا سویریدنکو معاون اول نخست وزیر اوکراین سازش مذکور را در شهر واشنگتن امضا می‌کنند. با گفته وزارت این توافقنامه بیانگر واضح عهد حکومت ترامپ با اوکراین آزاد، مستقل و شکوفا است. دونالد ترامپ با حمایت از این توافق گفته است که آمریکا باید در عوض کمک‌های نظامی خود با اوکراین چیزی دریافت کند و پیش از امضای سازش در روز چهارشنبه گفته‌اش را تکرار کرد. من گفتم که ما برای تلاش‌هایمان چیزی را می‌خواهیم که قابل قبول است. ما معدن نادر می‌خواهیم. آنها معدن‌های نادری بسیار خوب دارند. ما همیشه معدن‌های نادر جستجو داشتیم. از بس که کم هستند نادر نامیده می‌شوند. آنها از این معدن‌ها بسیار دارند. اوکراین ثروت‌های طبیعی زیاد دارد، از جمله فلزات نادر که برای استحصال ابزارهای الکترونی بسیار زیاد استفاده می‌شوند. اوکراین همچنین دارای ذخیره‌های عظیم آهن، اوران و گاز طبیعی است. سازشنامه نقش مهمی در تلاش‌های کیف برای ترمیم روابط با دونالد ترامپ و حکومت آمریکا دارد. رابطه‌ای که پس از برگشت ترامپ به حکومت در ماه ژانویه دچار تنش شد. از زمان تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 ایالات متحده کمک‌رسانی بزرگترین اوکراین بود و مقام‌های اوکراینی امید داشتند که توافقنامه اجازه می‌دهد ایالات متحده همچون کمک‌رسان دائمی در مقابل روسیه خواهد ماند. درباره بنیاد بازسازی اوکراین سویریدنکو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بر اساس توافقنامه واشنگتن در این بنیاد سهم می‌گذارد. به نوشته او علاوه بر کمک‌های مالی مستقیم توافق می‌تواند شامل کمک‌های نو نیز باشد، برای مثال سیستم دفاع هوایی برای اوکراین. واشنگتن به این پیشنهاد واکنش نشان نداده است. سازش بین دو طرف حاصل ماه‌ها مذاکرات از جمله گفتگوهای تند بوده است. پیشنویس توافقنامه نشان می‌دهد که اوکراین موفق شده است طلب بازپرداخت کمک‌های نظامی گذشته به ایالات متحده را از متن بردارد. با این حال پیشنویس هیچ ضمانت قطعی آمریکا برای امنیت در اوکراین را نمی‌دهد، آن چیزی را که اوکراین از اول می‌خواست. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان دستور داده است که شرکت‌های بناکار هنگام طرحریزی بناها نصب پانل‌های آفتابی را به نظر بگیرند. یعنی رهبران شرکت‌های ساختمانی از حساب خود باید در بام بلند آشیانه‌های نوبنیاد پانل‌های آفتابی گذارند. مقامات میگویند از این راه تأمین مردم با نیروی برق آسان‌تر می‌شود. اما تا کجا؟ علیشه ظریفی و شعلوی عبدالله گزارش می‌دهند. پانل آفتابی در بام یکی از بلند آشیانه‌های مرکزی دوشنبه. برقی که این باتری‌ها تولید می‌کنند در حالت‌های قطع ناگهانی نیرو به ساکنان کمک خواهد کرد. از جمله لیفت‌ها و آبکش‌ها از کار نخواهند ماند. هنگام نبودن برق باید که همون دو لیفت باید حتما کار کرده استاد. غیر از این نسوس‌های آبکشی و سیستم‌های روشنیدهی همون بنا یعنی به نظر گرفته شد
موافق حساب‌ها در اونجا یعنی تبدیل دهنده آنها به 50 کیلووات برابر شد، یعنی سیستم تبدیل‌دهی 50 با اختیار 50 کیلووات و سیستم ذخیروی اکومولاتورهای 75 کیلووات ساعت و برای همون اکومولاتورها رو یعنی پورا از حساب آفتاب تامین کردن 15 کیلووات پنل‌های آفتابی نصب شده است. ولی ساکنان بنا اجازه ندارند برای تجهیزات شخصی خود از برق پنل‌های آفتابی بنا برخوردار شوند. هرچند شرکت‌های بیناکار نخواستند در این باره صحبت کنند، با توجه به آنکه چنین کار از حساب آنها صورت می‌گیرد، می‌تواند به نرخ خانه‌ها تاثیر گذارد. زیرا دستگاه‌های برقی آفتابی وارداتی بوده ارزان نیستند. نصب چنین نظام‌ها یعنی به همون نرخ خانه‌هایی که فروخته می‌شود تاثیر گذارنده می‌تواند. اگر قیاس کنیم ممکن که همگی 0.5% نرخ خانه رو زیاد کند. سیستمی که مثال اگر ما نرخ بینو رو اگر به نظر گیریم حتی از 0.5% هم کمتر است نرخی که چنین سیستم نصب می‌شوند. اما صفحه‌های برقی آفتابی نگاهبینی مخصوص می‌طلبند. تحقیقاتی که ما سال‌های اخیر گذشته نشون دادیم که در بعضی حالت‌ها وقتی که چنگ باد می‌شود، خاک باد می‌شود، حالتی اومدن که وقتی یک هفته شما پنل تازه نمی‌کنید 43% افزایشی که کم می شود. یعنی اینجا به نظر گرفتن در کار که تاثیر چنگ و بنابراین این تحقیقات ما نشون داده که حتما هنگام استفاده پنل آفتابی در روزهای چنگی حتما باید تیز یعنی پنل شسته شوند. حالا معلوم نیست طرح نصب پنل‌های آفتابی در بلند آشیانه‌ها تا کجا کامیاب خواهد شد، ولی تا حال هیچ نیروگاه نسبتاً بزرگ آفتابی در کشور بنیاد نشده است. تنها در برخی منطقه‌های مثل ناحیه مرغاب ولایت بدخشان پنل‌های آفتابی نصب شدند. در تاجیکستان کارخانه تولید بطری‌های آفتابی وجود ندارد که با گذشت وقت این میتواند مشکلات زیست محیطی را به میان آورد. حکومت تاجیکستان گفته است با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه‌های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی افسوده است که این نقشه سرمایه‌گذاری خارجی یا شریکان روس را طلب می‌کند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. دادگاه بیشکک فعال مخالف تلکمت کورینوف را تا 19 می به حبس گرفت. مرافعه پشت درهای بسته گذشت. مخالفی حکومت را از امارات متحده عرب به قرقیزستان آوردند. بنا به اطلاع خبرنگار بولو تیمیرов برابر رسیدن به بیشکک کارمندان خدمات امنیت او را شکنجه کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. مقامات قرقیزستان خبر دادند که کورینوف از آخر هفته گذشته در کشور است. تا آوردن به وطن و در امارات عرب بود. تماس با وی از روز 10 اپریل قطع شده است. خبرنگار بولوت تیمیروف نوشت مخالف دولت زیر حمایت بنگاه پناهندگان سازمان ملل بود، ولی این هم نتوانست او را از دادگاه در وطنش نجات دهد. به گفته خبرنگار تحقیقگر بولوت تیمیروف، حکومت قرقیزستان چند بار کوشیده است کورینوف را از امارات عرب بیارد. در بیشکک او را به جنایت وزنین ضد ساخت کنستیتوسیونی ایبدار می‌دانند. تلکمت خدایبرگن اولو در خارج کشور با همدستانش توسط صفحه‌های سرشماری خود در شبکه‌های اجتماعی پیوسته مواد دارای خصوصیت اغوا‌انگیزی و نوارها با دعوت به ترتیبی‌های عامه نشر کرده تلاش غصب حکومت قرقیزستان را می‌کردند. بولوت تیمیروف میگوید برابر رسیدن به بیشکک کورینوف شکنجه شده است. وی در روی کورینوف داغی را مشاهده کرده است. دیرتر تیمیروف به نقل از منبع خود گفت کارمندان مقامات قدرتی حتی از وسیله‌های برقی استفاده کردند. ولی وکیل کورینوف در دادگاه این مسئله را مطرح نکرد. من و زیر حمایه‌ام به یک خلاصه حقوقی آمدیم. در این مسئله یگان شکایت نداریم. این سوال حل شد. خانواده تلکمت کورینوف در امریکاست. تا آمدن به دبی وی هم آنجا بود. به سفر امارات عرب به گفته مخالف او را وکیل پارلمان امیل ژمگیرچیف تشویق کرد. همسر کورینوف در صحبت با بخش قرقیزی آزادی گفت از ناپدید شدن شوهرش به پلیس دبی شکایت برده است ولی پاسخ نگرفت. دوستان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. تشکر که ما را همراهی کردید. فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.